با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما هموطنان گرامی، همراهان عزیز. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و صحتمند باشید. همانطوری که در جریان هستید، قرار است امروز دوشنبه 6 ماه هوت یک موج نسبتا قوی از سمت غرب وارد کشور شود. انشالله تمامی ولایات کشور برف و باران خواهد داشت، اما یک تعداد مناطق است که متاسفانه در این مناطق احتمال داره که باران ها ضعیف و گاهی متوسط باشه. به طور مثال غرب هرات، غرب فرا، حتی احتمال در مرکز ولایت فرا هم شامل باشه. ولایت نیمرو، جنوب هلمند، جنوب قندهار، بخشای از بغلان، تخار، کندوز، بخشای از سمنگان و بدخشان، در این مناطق احتمالاً باران ها ضعیف خواهد بود و گاهی هم متوسط خواهد بود. اما در سایر ولایات کشور انشالله هر جایی که هستید منتظر شروع برف و باران شدید باشید. ولایت هایی که فوق العاده دو باران های شدید خواهد بود بارید: ولایت پکتیا، خوست، بخشای از ننگرهار، غرب کابل، پروان، دایکندی، بامیان، جنوب ولایت غزنی، ولایت زابل، شمال هلمند، شمال قندهار، شرق ولایت فراد. این مناطق باران ها فوق العاده شدید خواهد بود. فراموش نکنید در مناطق سردسیر کشور، مناطق فوق العاده سردسیر برف خواهد بود. در مناطقی که هوا نسبتا گرم شده است در ابتدا باران خواهد بارید، سپس هوا اندک سرد می شود و باران ها تبدیل به برف خواهد شد. موضوع دیگه ای که در بعض مناطق غربی کشور احتمالاً فردا سه‌شنبه باد هم جریان داشته باشه، طوفان هم صورت بگیره. موقتی است، برای چند ساعت طول خواهد کشید و سپس دوباره صورت باد کاسته میشه، از صورت باد کاسته میشه و هوای کشور دوباره چند درجه گرمتر خواهد شد. انشالله برف باران خوبی داشته باشید. کانال یوتیوب هواشناسی افغانستان حتما سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار دهید تا انشالله در روزهای آینده معلومات دقیق‌تر و تقدیم شما کنیم. از توجهتان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.